به نام خدا با جلسه سوم آموزش خط و زبان فارسی در خدمت شما هستیم. حرف هایی که در این جلسه می‌آموزیم اینها هست: حرف س، حرف ر و حرف ا. من اینها رو برای شما آوانگار می‌کنم. اس در IPA، ر و ا. حالا با هم چند تا واژه تمرین می‌کنیم با توجه به حرف‌هایی که در دو جلسه قبل یاد گرفتیم. من واژه‌هایی برای شما آماده کردم که اونها رو می‌نویسم. لطفاً به دست من دقت کنید. س هم مثل ب دو حالت داره. مثل م، این حالت پیوسته است و این حالت گسسته. سرد، ا در جلسه قبل. سرد، لطفاً به دست من دقت کنید. اینو به حالت متصل نمی نویسم، اینجا منفصل یا گسسته می نویسم. داس، دقت کنید به شکل س که در اینجا متصل هست و به شکل س که در اینجا در واقع منفصل و جدا هست. عذر میخوام. سارا، سارا. حالا باز از حرف‌های دو هفته قبل استفاده می‌کنیم. سرما، سرما. خود ر رو در صورت جدا می‌نویسیم. این ر هم میتونه وصل بشه هم میتونه جدا باشه، مثل این واژه مادر، مادر. مار، به دست من نگاه کنید. مار. حالا با توجه به ب و ر، برادر، برادر. در فارسی ما از نقطه هم استفاده می‌کنیم. برادر. حالا یک واژه دیگه، مدرس، با سین جدا. مدرس، سین جدا. داس، واژه داس، داس. این واژه سار، سار. دوباره می نویسم. مادر، برادر.